ما شما را خلق کردیم و صورتگری نمودیم. آنگاه به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید. همه سجده کردند به جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. و خدا گفت چرا با آنکه به تو فرمان دادم از سجده کردن به آدم امتناع کردی؟ گفت زیرا من برتر و بهتر از اویم. مرا از آتش پاک آفریده ای و او را از گل. و خدا گفت از آن مقام و مرتبه تنزل کن، زیرا آن مقام و مرتبه جای تکبر کردن تو نیست. بیرون رو که تو از افراد پست و حقیری. ابلیس گفت مرا تا روزی که برانگیخته می شوند مهلت ده. خدا گفت تو از جمله کسانی هستی که به آنها مهلت داده ایم. و ابلیس گفت اکنون که مرا